سلام رفقا، چطورید؟ کوروش هستم از تیم لگاسی سکیوریتی. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو اومدیم با آموزش ابزار دیمیتری که روی کاری و پرتوس به صورت دیفالت نصب. شما خیلی راحت میتونید از منو اپلیکیشن گزینه اینفورمیشن گدرینگ به این ابزار دسترسی داشته باشید. خب ما ترمینال رو باز میکنیم و داخل ترمینال کامند دیمیتری رو میزنیم. شما وقتی کامند دیمیتری رو بدون هیچ آرگومانی بزنید، هلپ ابزار بالا میاد. اگه باز دیمیتری رو با سویچ داش اچ هم بزنید، هلپ ابزار بالا میاد. میبینید که یوزیج خیلی ساده ای داره و ابزار نیست که کار باش سخت باشه. وای خیلی سخته وای. ولی کاری که برای ما انجام میده خیلی مفیده. نایس. خب برای کار با دیمیتری شما کامند دیمیتری رو میزنید و آپشنایی که میخواین بهش میدید. خب ما برای آپشن اول میخوایم از سویچ داش W و آی استفاده کنیم که جفتش برای ما کار هویز انجام میده و این کار رو روی سایت اپل انجام میده. میبینید که شما وقتی این دستور رو میزنید خیلی سریع به شما یه ریزالت رو برمیگردونه. شما وقتی ابزار دیمیتری رو با سویچ W و آی استفاده میکنید، اطلاعات خیلی خوبی به شما برمیگردونه. ساده ترین اطلاعاتش هم که آی پی اون هاست نیم و اون تارگتتونه و اطلاعات دیگه که شما میتونید مطالعه کنید، اطلاعاتی که به درتون میخوره رو بردارید. خب ما برمیگردیم به هلپ ابزار. همونطور که اول ویدیو گفتم، شما با زدن سویچ داش اچ دور میتونید هلپ ابزار رو ببینید. همونطور که اول ویدیو گفتم، توضیحات و اطلاعاتی که در مورد هلپش داده خیلی ساده است. ولی خب همون توضیحات کامل، خلاصه و مفید به ما داده. برای مثال ما می‌خوایم از سویچ داش ان استفاده کنیم که از نت اسکرافت برای ما یه اطلاعاتی رو میگیره. خب ما دوباره از دستور قبلیمون استفاده می‌کنیم و فقط تغییر می‌کنه از سویچ داش ان استفاده می‌کنیم. می‌بینید که ریزالت خوبی ما برنگردون. دلیلش هم به خاطر تارگتمونه. تارگت‌های مثل apple.com، amazon.com و سایت‌های مدرن و بروز دیگه ما با یه دونه اینفورمیشن گدرینگ ساده نمیتونیم اطلاعات مهمی ازشون به دست بیاریم. خب میریم سراغ هلپ ابزار. ببین بچه‌ها، سویچ داش پی و سویچ داش اف، این دو تا سویچ برای ما عملیات پورت اسکن انجام میدن. خب الان ما می‌خوایم از سویچ داش پی استفاده کنیم. سویچ داش پی عملیات پورت اسکن روی پورت‌های تی سی پی رو انجام میده. خب ما دوباره برمیگردیم به دستور قبلی و فقط سویچ رو تغییر میدیم به سویچ داش پی که برای عملیات پورت اسکن برای ما انجام میده روی سایت apple.com. این ریزالتی که میخواد بهمون برگردونه ممکنه یه خورده طول بکشه. خب کارش تمام شد و ما یه ریزالتی رو برگردون و در آخر هم گفته که 150 تا پورت باز برای ما پیدا کرده. خب ما دوباره با استفاده از سویچ داش اچ هلپ ابزار رو بالا میاریم. خب الان میخوایم از سویچ های داش اس و سویچ های داش ای استفاده کنیم. این دو تا سویچ میشه گفت توی خانواده هستن. سویچ داش اس ساب دایمن های احتمالی رو برای ما پیدا میکنه. سویچ داش ای ایمیل ها رو برای ما پیدا میکنه. خب دوباره دستور قبل میاریم و این دفعه سویچ داش اس و ای رو با هم استفاده میکنیم روی سایت apple.com و اینتر رو میزنیم. خیلی سریع ما ریزالت رو برمیگردونه. خب میبینید که خیلی سریع ما ریزالت رو برگردون. قسمت اول ساب دومین ها رو پیدا کرده و قسمت دوم هم ایمیل هایی که تونسته. شما با سویچ داش تی هم میتونید سرعت جستجویی که انجام میده بالاتر ببرید. دیفالت رو 2 و شما میتونید با سویچ داش تی از 0 تا 9 این سرعت تغییر بدید که خودش هم تو اون توضیحات گفته. شما وقتی اون هلپ مطالعه کنید تمام این موضوعات رو کامل درک میکنید. دوباره هم دستور قبل رو میاریم و با استفاده از سویچ داش تی این دفعه قرار میدیم رو 7. گفتم دیفالتش رو 2 ولی ما قرار میدیم رو 7 و اینتر میزنیم. سرعت این ریزالتی که به ما میده خیلی سریعتر میشه، همونطور که خود ابزار گفت. خب رفقا، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ابزار دیمیتری ابزار خیلی قدرتمند و امیدوارم با این آموزش کامل ابزار یاد گرفته باشی و بتونی ازش استفاده کنی. و اینکه در آخر لایک و سابسکرایب فراموش نشه. حتما برام کامنت بذارید و اگه دوست دارید ما یه ابزاری آموزش رو بگیریم تو کامنت ها بگید، بعد حساب برسه حتما آموزش براتون میگیرم. موفق باشید. فعلا.